باز یک مزه بسیار عالی گرفته. اموت کباب جور کردم دوستا که می اینجالی که می ویدیو رو که بینگرنید 100% دلش محواس کباب منه. حالا بریم یک کباب بکنیم و بخوریم. سلام دوستای عزیز، امیدوارم اینجور صحت و سلامت باشین، وقتتون بخیر باشه، جانتون جور باشه، زندگیشون امید شیک و پیک باشه. یک سال خوش آمدید به برنامه امروز دیگه. امروز هم دوستا میتر فامیل و دیگه پدر جان و مادر جان اینا گفتن یک کباب درست کنیم. دیگه ما تصمیم گرفتیم که همین در خانه خودم یک کباب درست کنم. دیگه موادهای لازمش هم که آوردم و خلاصه سرکه و گوشت مرغ و پیاز و سیر و مواد افطار روغن هم که در پوشکه آوردیم. دیگه البته زعفران به جای زردچوبه استفاده میکنم. زعفران هم طعمی بسیار خوبش داره، هم بسیار خوشمزه میاد. دیگه بازم فایدهش زیاده. از زردچوبه استفاده نکنیم، از زعفران استفاده کنیم. گوشت مرغ هم آوردیم، البته دو سه نفریم دیگه، تقریبا 1.5 کیلو گوشت مرغ آوردیم. دیگه هم بخیر تصمیم کنیم که آماده کنم بلکه شو. دیگه خدمت آخر برنامه عزیزا باشین. دیگه برنامه رو تا آخر بینگردید و حتما لایک هم کنید، کامنت هم کنید که بعضی از ما خیلی میتر ارزشمند در کامنت های شما. دیگه اون خرا بخیر شروع کنیم. از مواد اخته میگیریم و میتر ماشین مواد اختهش خوب شکل نیه. یک نیم قاشق از این انداختیم. دیگه این مواد مرغ هم که برده طعم گوشت را تغییر میده. از احتمال گوشت مرغ استفاده کنیم. خلاصه هم آشپزیش باشه بلده از مو زیاد مقصد خوبش نمید بده. بازم در وقتای اضطراری باید آشپزی کنیم دیگه ای هم سیرکه هم زیاد استفاده نمیم. دیگه ایش هم از زعفران داده خیلی خوب شماید در طعمی کس دیگه طبق لازم استفاده نیم. دیگه اینه زیره هم هست. زیره کس استفاده کردم خوب نکردم. هر کس دوست داشت استفاده کنه، دوست نداشت استفاده هم نکنه. از همین یا برنامه رو بخیر آغاز نیم. البته پیاز این آخر سال نمی‌فهمم پیاز آب ندارد. آب پیاز باشد خیلی خوب، اگر نباشد باید از خود پیاز و سیر استفاده کنیم. یا آب نداره فکر کنم، آب کم داره چون پیازش موسیزه به او خاطر. یعنی از این ما باش بندازم. از آموش باید استفاده میتونیم خود پیاز موسیزه. دیگه از زیاد از خود پیاز استفاده نمونیم. دیگه روغن هم از زیر روغن های البته باید خورد میاردیم، نبوده میشه روغن مایه خوبه که متر آوکیده باش که قدر خلاصه ضرورت استفاده نیم ازشه. یا تمام چیز انداختم و باید کمی میره پاتی کنی یک رنگ دیگه بار کنه.
البته یک خیلی کلان است ولی خوب اون جایش آزادتر باشه بهتر. بویش هم اینجا فهمیدم میشه که خیلی حساس میاد. باش مواد مود یک دیگه هم بود البته از خیلی خوب شد که طعم مرغ را پس از بین مرغ می بویچوی مرغ را مواد اخته محکم کم به نظر می راکشی فهمیده میشه. خب دوستایی را میلیم دیگه تا اینکه آمادهش نه بعد بخیر دیگه تا پخته کنیم نوش جان بگیریم یک ساعت یا بیشتر بعدی اختیق بگیرم یه خود از اون باشیم. خب بیننده عزیز دیگه گوشت ما آماده شد دیگه بخیر را قرقره سرشیخ دیگه تا رفتم بیرون سبزی و گوشت و سبزی اینا آوردم یک گوشت هم آماده شد سرشیخ کنیم ببریم بخیره که چی جور بود. هم از گوشت البته هم از گوشت دیگه هم از سیخه که این را آماده کنیم که یک رنگ گرفته بوی قشنگ عالیه میتر خیلی طعم قشنگ گرفته خود. بله دوستان یالی هم کباب من سرسیخ زدم آماده شد فقط ببرم و خلاصه ایره زغالش آماده کنم برای شب دیگه همین تا کباب خوش میاد کبابی درست کنم که هر کدومش که هر کس که ویدیو رو که توخینه حتما دلش کشیده میشه میگه حتما باید امشب من یک کباب درست کنم بلده فامیل بسیار هم عالی هم دیگه بسیار طعم قشنگ داره. دکتر صاحب شروع ده کار را؟ بسم الله الرحمن باشه از آن خوب دیگه سریع شروع کنیم ویدیو گرفتیم؟ صحیح. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و درود خدمت تمام دوستایی که از امی دریچه مجید میدیوم رو میبینن انشاءالله که صحت سلامت باشید. باش که امشب برنامه نمی شده که یک کباب پخته کنیم. البته این وسایل زیاد نداریم وسایل لازم است ولی بر صورت بدون چیزی که به دستش داریم زمین استفاده می‌کنیم. دست در نکنه اول خیرو عبدال آتش خوب دام میگرفته که بعد زغالان میشتی پکم کردی به نظر من که راحت تر من خیلی زیاد تجربه پخته کردن کباب رو ندارم. یک کم زغال یک فدر بگیرم چوهای کلان کلان شدیم تا کمک بیلو که جور شنه گفتی شما زبان شما کابلی های دیگه اگر کمک میگم اون خوب بگیریم انشاءالله تا آخر مونگی یک رقم خب این دستا دیگه باشه که آقای فاریم خوب رو آماده کنه بخیره گوشت رم بیری بلی که چی میشه انشاءالله کباب خوب صحیح آماده. خب دستا عزیز دیگه مام قره بخیره ما اون چیز رو آماده کردیم دیگه بهش آقای افتخاری گوشت مشت ما اردم میشتم بخشی که شروع ده یا نگده مامای جور نشتا کو؟ لا تقریبا رو به جور شدن است.
خب دیگه بخیر بنظرم خوک مخش آماده بنظر منگشت کمی کم است کم است باش خیر است کم نندازیم اگر راضی شده بندازیم گوشت ایش هم از روغن که بلیزی بندازه کم کم خشک نه کبابش بخیر دیگه رو برای کم کم باش که پکک نیک چی جور میشه اینجا شمال خیلی زیاده نه باد اینجا باد خیلی زیاده خیلی بوی خوشگلی خوش طعم داره هیچ کباب مباب پکک دیر نگیدی پیش و خیلی نه بیشتر وقتا گفتم پختگیم دوستایی که دوربر بودن اونا میشه زحمت کشتن خب ما امیدوارم برامشون همین نازله با باران داریم در جای ناس که دیگه ولی انشالله که از رقم خود خوانده میشه که در زمان جک برابر شوه میتونیم از پاشی بر اوکی گفت از دیگه it is good ها همونطور میشه بخشش ما انگلیسی بلد نیم دیگه هر چیز که گفتی انگلیسی موقع دوکری کردم هم دیگه خیره خوبه عالیه خوب انرژی بگیرم یک طرف شروع کنم اینا دیگه کبابم بخیر آماده شده مامای والله دیگه اومده داخل اولی اینجا که چینیه سهیش جای دیگه سهی نیه دیگه خیلی دوده نه والله کباب به طبیعت میشه و چیز دیگه باز طبعا نگاه باید اولی جای کمی محدودیت هست هر کباب دلیله چیزی که کنیم کباب میکنیم دیره مفهم باز چه وقت میشه یا نه؟ دانش بسیار یک رنگ قشنگ گرفته باز یک مزه بسیار عالی گرفته اموت کباب جور کنم دوستا که می انجالی که می ویدیو که می بینگرنید 100% دلشم حواس کباب منه حالا بریم یک کباب دکنیم و بخوریم به چیه کبابی ساشتر خوب کباب جرده جواد جان نه عبدالمجید جان مجید جان جواد جان پختیش کده ها آبای کباب دوست داره؟ خب باین بشین زای تو کباب دوست داره نداره؟ اگر دوست نداره بلده برم مگو دیگه بیرون برو بیرون شیطان نمیتونم نرمم نوغه کمره کن تکره گسته بی خوبه من شروع میگه که عالیه؟ دیگه همیتر کباب را آماده کردم از گفتی دوستا دیگه میگه خیلی خوشمزه ولی ما خود جارم که هنوز نخوردم دیگه امروز گفت مادر که ما گوشت بری خواه نشد آبه؟ آره؟ والله خواه نشد به او خاطر دوستا دیگه مون بخیر میدونگ نوشجان کنید دیگه شما وقتشم خوش باشه دیگه حتما برنامه را لایک و کامنت بدین به خاطر بلده از ما بسیار کمک بزرگ کامنت ها و لایک های شما دوستا